یکم 32 33 34 35 36 در واقع چیزی حدود توی اینجا نگاه کنین. همین میارم جلو یکم تار میشه متاسفانه. اینجا دقیقاً توی این نقطه، یعنی زیر 40 یکم پایین‌تر، 1 درجه پایین‌تر است. اوکی خیلی خوب. نگاه کنین این گرمای لامپ متاسفانه این الان لامپ 100 واته و گرماش به شدت بالاست که میتونه حتی به 120 درجه فارنهایت هم میرسه و به 100 درجه همون 60 درجه سانتیگراد هم میرسه. اوکی ما الان اینجا احتیاج داریم که این گرما در واقع درست بشه که برای این کار به یک کلید احتیاج داری به اسم کلید دیمر بود اگه اشتباه نکنم، دیمر، حالا اگه اشتباه کردم شرمنده، ولی این یک کلید وصل میکنی در واقع به لامپ. وقتی لامپ وصل کردی به لامپ چه اتفاقی میفته؟ تو میتونی درجه رو تنظیم کنی، یعنی میاری روی کم در نور لامپ ضعیف میشه یا رو زیاد قوی.